سلام دوست، به پلنت گیم خوش اومدید. امروز اومدیم با تاریخچه سری بازی جی تی. توی این تاریخچه مهره‌های کم‌فروغی وجود داره که شما باید با اونها آشنا بشید. اولین بازی سری بازی‌های GTA بازی GTA 1 که یک بازی اکشن ماجراجویی که توسط راکستار نورث لیت تورنتو در سال 1997 تولید و برای پلتفرم‌های دریمکست، فایر آواز، گیم بوی ادوانس، گیم بوی کار، ویندوز، پلی استیشن 1، MS-DOS و نینتندو DS عرضه و توسط راکستار منتشر شد. CJ این چرا دو بعدیه؟ چون اون موقع بازی‌های سه بعدی زیاد مشهور نبودن. دومین بازی سری بازی‌های GTA بازی GTA 2 که یک بازی داره قابلیت دو نفره و ژانر اکشن و ماجراجویی که توسط راکستار نورث در سال 1999 تولید و برای پلتفرم‌های ویندوز، پلی استیشن 1 و دریمکست عرضه و توسط راکستار منتشر شد. CJ ولی دو نفر شدن فرق اصلی GTA 2 با GTA 1. آره دقیقاً. سومین بازی سری بازی‌های GTA بازی GTA 3 که یک بازی سوم شخص با ژانر گیم پلی غیر خطی با حالت یک نفره توسط DME دیزاین در سال 2001 تولید و برای پلتفرم‌های پلی استیشن 2، ویندوز، ایکس باکس عرضه و توسط راکستار منتشر شد. CJ این بازیه داغتون همون شهر لیبرتی سیتی آره؟ آره بی کاملا درسته. چهارمین بازی این سری بازی GTA وایس سیتی که اولین GTA که جزو GTA های اصلی نیست. این بازی با ژانر همیشگی اکشن و ماجراجویی توسط راکستار نورث در سال 2002 روانه بازار و برای پلتفرم‌های پلی استیشن 2، ویندوز، ایکس باکس عرضه و توسط راکستار منتشر شد. بی تو نظر راجع به این GTA نداری؟ نه من بیشتر از GTA سان خوشم میاد. پنجمین بازی از سری بازی‌های GTA بازی GTA سان آندریاس که با اومدنش محبوب دل خیلی‌ها شد، یک بازی با ژانر اکشن ماجراجویی که توسط راکستار نورث در سال 2004 تولید و راکستار اون رو برای پلتفرم‌های پلی استیشن 2، ایکس باکس 360 و ویندوز منتشر و روانه بازار کرد. بی به نظر تو بازی GTA سان آندرس ریمیکش قشنگ‌تر یا خودش؟ به نظر من 100% نسخه اصلی. و بالاخره سومین بازی جدا از سه GTA اصلی بازی GTA وایس سیتی استوریز که با ژانر اکشن ماجراجویی توسط راکستار لیز و نورث
در سال 2006 عرضه و برای پلتفرم های پلی استیشن همراه، پلی استیشن 2 و 3 عرضه و با حالت های تک نفره و 2 نفره PSP توسط راکستار منتشر شد. به نظر من وایس سیتی اصلی این قشنگتره. نه، من بیشتر یکی رو دوست دارم، کیفیتش بیشتره. و هفتمین GTA ارزش شده توسط راکستار، بازی GTA لیبرتی سیتی که با ژانر همیشگی اکشن ماجراجویی توسط راکستار لیت و نورس برای پلتفرم های پلی استیشن 2 و 3، پلی استیشن همراه، آی آواز، ایکس باکس عرضه و در سال 2006 منتشر شد. و بالاخره بعد از عرضه 4 GTA فرعی، GTA 4 با ژانر اکشن ماجراجویی توسط راکستار نورس در سال 2010 تولید شد و برای پلتفرم‌های پلی استیشن 3، ایکس باکس 360 و ویندوز با حالت‌های تک نفره و 2 نفره توسط راکستار عرضه شد. و در همون سال 2010 راکستار از GTA بعدی خود رونمایی کرد، اپیزود اهل لیبرتی سیتی که یک بازی با ژانر اکشن ماجراجویی توسط راکستار نورس و تورنتو تولید و برای پلتفرم‌های پلی استیشن 3، ایکس باکس 360 و ویندوز با قابلیت حالت چند نفره عرضه شد. و آخرین GTA ارزی شده یعنی GTA 5، یک بازی اکشن ماجراجویی که توسط راکستار نورس در سال 2013 تولید و برای پلتفرم‌های پلی استیشن 3 و 4، ایکس باکس 360 و وان توسط راکستار عرضه شد. البته برای ویندوز هم اومده. به نظر من GTA آنلاین بیشتر حال میده. ولی من نه، بیشتر داستانی GTA دوست دارم. و آخرین GTA 6 که توسط راکستار در اواخر سال 2025 عرضه میشه. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't need
دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو ما رو لایک و چنل ما رو سابسکرایب کنید.